به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، امیدوارم از هر جایی که ما را میبینید سلامت و سربلند و در پناه رحمت پروردگار جل و علا قرار داشته باشید. ما در برنامه پند اخلاقی معرفت قرار داریم. ما در آستانه یک مهمانی بزرگ هستیم، مهمانی که در یک سال یک بار می آید، اما سرنوشت هر یک مسلمان را زیبا و نیک می گرداند. شما درک کردید این مهمان ماه مبارک رمضان است. بیننده عزیز، ما درباره فضیلت و جایگاه ماه شعبان و در موضوع ماه مبارک رمضان و چگونه باید آماده شد، چگونه باید خودمان را تیار کنیم، اخلاقاً، روحاً، جسماً و مالاً چطور خودمان را به ماه مبارک رمضان آماده کنیم، با مهمان برنامه داملای گرامی امام خطیب مسجد محله کمانگران ناحیه سینا داملا احمدوف ایوب. خوش آمدید به این برنامه داملای گرامی. سلامت باشید. داملای گرامی، میخواستم که جایگاه و فضیلت ماه شعبان را برای بینندگان ما کوتاه میگفتید. سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. اولا اظهار منتداری و سپاسگزاری به مرکز اسلامی اظهار میکنم. منتداری خود بیان میکنم برای این گونه محفل هایی که برای پند اخلاق و پیشرفت جامعه و آبادانی جامعه سهم میگذارند. خداوند خیر و برکت دهد. سربلند موفق باشید. و این چنین شکر پروردگار میکنم از تنجی و آرامی کشور و در این لحظه ها دعا میکنم که این تنجی و این آرامی تا قیام قیامت خداوند این نگه دارد. آمین. و خداوند دائم خیر و برکت در این کشورمون همیشگی و دائمی گرداند. خداوند همگیمون اتمام فتوح نگه دارد. چگونه ای که قید کردید، یک مهمانی که ما او را استقبال داریم خیلی مهمانی بزرگ و یک هدیه از جانب پروردگار است و البته این هدیه را کسی قدر میکند که مؤمن و مسلمان است. در حقیقت اول درباره این ماهی که قرار داریم، ماه شعبان است که چند روزهای انگشت شماری به آمدن این مهمان هست. این ماه هم ماه بزرگ است. حتی اسامه پسر زید میگوید که پیامبر علیه السلام ما گفتم که یا رسول الله لم اراک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من الشعبان. ای پیامبر، وقتی نگاه میکنم هیچ ماهی را مانند ماه شعبان روزه نمیگیری. بله. یعنی پیامبر علیه السلام در دیگر ماه ها روزه میگرفتن، حتی امر به روزه میکردن ایام 20 13 و 14 و 15 یا که روزهای دوشنبه و پنجشنبه، که در ماه مبارک شعبان پیامبر روزه را بیشتر میگرفتن. اکثریت روزه ها بغیر از دوشنبه و پنجشنبه روزه داشتن. روزه داشتن در این ماه. همین حضرت اسامه میگه پیامبر سوال کردم که برای چی؟ میگه پیامبر صلی الله علیه و گفتن ذاک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. این ماهی هست که اکثریت مردم از فضل و برکت این غافلند. ولی اگر نگاه کنیم دوره شوروی را اگر یک نظر پیش نظر بیاریم، ای فضیلت ماه مبارک رمضان هم حتی کمپیرها و زنها و کودکان میدانستند. ای ماه رجب میدانستند که ماه یکی از ماه‌های حرام است، فضیلت اون و در اون ماه قدر قیمت، لیکن ماه شعبان اکثریت غافل بودند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید که یک ماهی هست که بین رجب و رمضان اکثریت مردم از فضل و برکت خیر این خبر ندارند. پیامبر صلی الله علیه و آله بعد میگوید که این ماهی هست که در این ماه اعمال به پروردگار گزارش داده می شود. اعمال سالانه، حتی اعمال چند نوع پیشنهاد است به پروردگار. پیشنهاد روزانه می شود، اول روز، آخر روز که در حدیث صحیح آمده است، وقتی نماز بامداد، نماز عصر، یا که هفته ای نمی شود که روز دوشنبه و پنجشنبه، و این چنین سالانه می شود. سالانش در این ماه است که خصوصا شب 15 این ماه مبارک شعبان که در این ماه پروردگار همگی را می بخشد. علما گفتند که ماه رجب ماهی کشتکار است.
و ماه شعبان ماه آبدهی است و ماه رمضان ماه حاصلگیری است. بله بله. ما درک کردیم که در ماه شعبان چون که شما قید کردید از حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تمام نامه‌های اعمال و نیکی‌های انسان‌ها، تمام کردارهای آنها به سوی پروردگار جل و علا برده می‌شود. بله. میتوان گفت عمل‌های کدام انسان‌ها قبول نمی‌گردد نزد پروردگار جل و علا. پیامبر علیه السلام گفتند این ماه و هو شهر ترفع فیه اعمال الى الله رب العالمین، یکی الى رب العالمین، فاحب. پیامبر علیه السلام ماهی است که در این ماه اعمال سالانه حتی رمضان سال گذشته امشب گزارش داده می شود. همین شبی 15 ماه مبارک شعبان و او حج، کسی که حج کرده است، حج فرضی، هر عمل نیک خوبه، هر نه فقط یک مسلمان، همه انسان ها. در حدیثی که ابو موسی اشعری روایت میکند، این حدیث ابن ماجه و ابن حبان روایت میکند، حدیث حسن است. پیامبر صلی الله علیه و میگوید وقتی که در این شب عملها پیشنهاد میشود پروردگار همه را میبخشد و کافرها را مهلت میدهد و کسی که قهری هست، کینه و نفرت، عداوت، بغض، پروردگار اینم نامه اعمالش نظر نمیکند، اینم نمیبخشد. سلامت باشید. بسیار درک کردیم از فضیلت ماه مبارک شعبان. میخواستم که برای آنانی که بی صبرانه انتظارند ماه مبارک رمضان را و میخواهند و میپرسند که باید چی آمادگی داشته باشند برای ماه مبارک رمضان، برای که خوب استقبال کرده توانیم ماه مبارک رمضان را. سلامت باشید. بهترین سوال. ماه مبارک رمضان یک هدیه گفتیم از جانب پروردگار و یک فرصت برای بندگان پروردگار است، خصوصا برای مسلمان و مؤمن است. پروردگار هم چگونه که آیت قرآن است، خداوند میگوید که و ربک یخلق ما یشاء و یختار. خداوند است که هر زمانی را فضل دهد او میدهد و هر مکانی را پروردگار برتری دهد او میدهد. یکی از زمانهایی که پروردگار برتری دادگی است این ماه مبارک رمضان است. ولی همین فضیلت ماه شعبان هم به خاطر رمضان است. به خاطر رمضان این فضیلت ماه شعبان دارد و الا ابین حتی که پیش ای ماه مبارک رمضان پروردگار این ماه هم یک فضل داد. حتی پیامبر که روزه دوست بدارم که روزه دار باشم در این ماه، وقتی اعمالم گزارش داده می شود از جمله روزه دارها. اول سوال است که چرا پیامبر روزه را بیان کرد؟ دیگه عمل نه حج نه عبادت، به خاطر که هیچ عبادتی مثل روزه نیست، اجر ندارد. حتی در حدیث ابو امامه باهلی هم پیش پیامبر میگوید مرنی علی عملی. پیامبر یکون عملی دستور ده که وقتی انجام دهم وارد جنت شوم. پیامبر میگوید روزه بگیر. او میگوید یگان تایید پیامبر میگه روزه بگیر. یعنی روزه داشتن در ماه شعبان این آمادگی است برای ماه مبارک رمضان. باز چه آمادگی های دیگر رو شما برای بینندگان پیشنهاد می‌نمایید؟ اصلا هر یک چیز مثال بیارم برای فهمیدن مردم. مثال یک نفر پدرش است، برادرش است یا که خش صبور چند قنه باشد، بعد یکی آگاه کند که من فلان روز میایم، برای او بگید در خانه خیلی آمادگی ها میبینن، خانه تیار میکنن، خوراک آماده میکنن، به استقبالش میروند، یک خوشی و خرسندی هست. شما حس میکنید که یک نسیم رمضانی هست، یک حس میکنیم که یک بوی از رمضان میرسد. بله بله. یک خرسندی ها در چهره کودکان دیده میشد. همه به صبرانه انتظار ماه مبارک رمضانند. مسلمان باید با آمدن این ماه خیلی خوشحال باشد، با رفتنش خیلی دلتنگ باشد. و چون که پیامبر علیه السلام در روایت ها هست که اصحاب بزرگوار پیامبر 6 ماه با آمدن رمضان وقتی میمون دعا میکردن که اللهم بلغنا رمضان، پروردگار ما را برای مبارک رمضان رسون. وقتی ماه مبارک سپری میشد او دعاشون تو 6 ماه این بود که اللهم تقبل منا رمضان، پروردگار ای ما رمضان قبول بفرما. یکم خوشی و خوشحالی و خرسندی، چگونه ای که پدر چند سال نیست میآید یک خوشحالی اهل خود، مسلمان باید او بیشتر روحاً خوشحال شود که یک هدیه از جانب پروردگار است. و دیگر اون چیز اساسی و مهم است، این فکر من است، پاک کردن قلب است. اصلا همین ماه مبارک رمضان یک چیز است، تبدیل و تغییر خود انسان. بله. همین انسان اگر در ماه مبارک رمضان تغییر نیافت، هیچگاه او دیگه فکر میکنم تغییر یافته نمیتونه. برای چی؟ چون که اولی بین در حدیث پیامبر علیه السلام میگوید
اذا كان اول لیله من شهر رمضان، وقتی شب اول فرا میرسد، صفدت الشیاطین و مردت الجن، پروردگار شیطان ها، خصوصا شیطان های سرکش، جن های سرکش که پروردگار زنجیر بند میکند. یعنی معنای حدیث هم این است که رحمت که بیشتر است یا اونها هیچ کار کردن نمیتونن، یا بعضی ها میگن واقعی و حقیقی هست، اونها واقعا در زنجیرن. خب اون چیزی که اهل حدیث و شارحین حدیث گفتن، و پروردگار هم غلقت ابواب النار، همه درهای جهنم میبندند شب اول. حتی پیامبر میگه هیچ دری باز نیست ای درهای جهنم، همگی محکمند. و فتحت ابواب الجنه، همگی درهای جنت پروردگار باز میکند که جنت 8 در دارد. ماه مبارک رمضان شب اول که همگی گشودند. بعد پیامبر صلی الله علیه و میگوید و ینادی منادین، یعنی ندا کننده ندا میکند. این ندا کننده که هست امام احمد در مسندش میارد که و ینادی فیه ملک، ای پیامبر صلی الله علیه و میگوید که این ندا کننده یک فرشته هست. بعد میگوید یا باغی الخیر ابشر، یا که ابشر. بله. کسی که تو نیکی میخواستی، تو دست جستجوی خیر و فضیلت مضاعفی در مضاعفی در عمل که ثوابش دچن، اگه ماه اومده است این فرصت بدون، غنیمت بدون، از دست نده. این گپ هر روز پیامبر علیه السلام در حدیث میگه هر روز این فرشته هر شب کارش ندا کردن و صدا کردن است. و این کسی میشنود که ایمان دارد به پیامبر، باور دارد به خدا، باور دارد. با ندا میکند که یا باغی الشر اقصر، کسی که تو کوتاهی میکردی، نافرمانی میکردی، در این ماه کمی حذر کن، خدا ترس باش، دوری از بدی، دوری از بدی. خب شما در این حدیث گفتید که درهای رحمت پروردگار، یا گوییم که درهای جنت گشاده میشوند، درهای دوزخ همه بسته میشوند. خب شیطان ها همه به زنجیر کشیده میشوند. خب میبینیم در ماه مبارک رمضان که بعضی انسان ها هستند در همین ماه هم از بدی دست نمیکشند، از غیبت، بدگویی، وقت را اسراف کردن، از دزدی و دیگر فسادها دست میزنند. آنها رو کی به این راه میبرد در این حالی که شیطان در زنجیر است؟ سوال بهترین، وقتی شیطان ها را پروردگار زنجیر بند میکند در این ماه، با اینجا یک چیز دیگر هست که نفس انسان دستوری به کار بدی میدهد. اون نفس است که این انسان این کارها را میکند. یک چیز است، هم شیطان و هم نفس. 3 نمود نفس است که قرآن بیان میکند: نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفس اماره. اگر نگاه کنیم نفس مطمئنه را پروردگار در سوره فجر بیان میکند. او سخنهایی که والفجر و لیال عشر، بعد اون حالت روز قیامت، و پروردگار یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، این در سوره فجر بیان کرده است. و چگونه نفس مطمئنه می شود پیش از این پروردگار بیان کردگی است در اولی آیات های سوره فجر. نفس لوامه را پروردگار در سوره قیامت، برای که نفس سرکش اونجا دیگه پشیمان می شود، برای در سوره قیامت است. النفس اماره و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، این سخن حضرت یوسف علیه السلام است. این پروردگار در سوره یوسف ذکر میکند. ولی اگر نگاه کنیم برادر حضرت یوسف که اون یک گوییم که نسبت برادر خود چون حسد داشتن، به چی حالت آمد، پروردگار در این میارد که نشود که شما مثل او شوین. دوستان گرامی، اینجا سوال به میان میاد: عمل بهتر است یا نیت؟ ما عمل ها رو گفتیم، نیت بهتر است یا عمل؟ اگر انسان عمل کند نیت نباشد هیچ ارزشی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم انما الاعمال بالنیات، همین ماه مبارک رمضان ماهی هست که نیت ها باید پاک باشد. حتی بین وقتی روزه را که میبندد نیت است، نیت روزه میکند. و همین خاطر نیت خودش هم عبادت است. نیت عبادت است. هم وقتی نیت میکند، حتی هنگام افطار الکی عبادت است دیگر. چگونه نماز میخواند، نیت نماز میکند تا سلام دادن، حج میکند، احرام میبندد تا از احرام برآمدن الکی. یعنی نیت نیک از عملی نیک بهتر است، بالاتر میستاد. خب بغیر از شاد شدن به فرارسی ماه مبارک رمضان
و دور شدن از حسد و کینه و بیماری های قلب. خب باز چی توصیه ها میدهید برای انسان هایی که میخواهند رمضان رو خب یک فرصت خوب، یک فرصتی که خود رو تغییر دهند، زندگی خود رو تغییر دهند به نیکی ها و از بدی ها دور ایستند، باز چی توصیه ها دارید؟ توصیه دیگر این است که یکم که نیت خوب کردن، قلب صاف کردن از کینه و حسد و نفرت. هدف هم ای روزه همین است. قرآن هم همین میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. هیچ کس ای گرسنگی و از تشنگی به تقوا نرسیده است. هیچ کس. و گرسنه و تشنگی هم انسان متقی نمیکند. هدف ای روزه گرسنه و تشنه ماندن نیست. اولی اکثریت میگن ماه مبارک این نخوردن نیست. اما اگر نگاه کنیم در ماه مبارک رمضان ما به نوشاکی حلال نزدیک نمیشیم که روزه داریم، یا که به طعام حلال نزدیک نمیشه و یا به همسر حلال خودش نزدیک نمیشه. اون جوانی اومد پیامبر پرسید بوسه کردن، گفت نه. وقتی که در ماه مبارک رمضان بین یک ماه از نوشاکی حلال، از غذای حلال، از همسر حلالش، باید این دیگر عادت شود که در غیر رمضان هیچگاه به حرام، به نوشاکی حرام، به نوشاکی حرام و مقصد و دیگر راههای نامشروع نرود. راه دیگری که هست این توبه کردن است. هیچ کس بی کمبودی نیست. پاداش روزداران چی است؟ میخواستم کوتاه برای بینندگان میگوید. صوم لی و انا اجزی به. پروردگار پاداش همیه که غیر پروردگار هیچ کس ثوابی اینا نمیدوند. سلامت سربلند باشید. در اخیر میخواستم که برای همه روزداران خواهش کنم که پیش از رمضان برای خود برنامه روزانه تشکیل دهند و روزانه نیکی ها داشته باشید. روزانه تعلیم قرآن، یعنی خوانش قرآن و فهمش قرآن داشته باشید تا اینکه این ماه قرآن، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه برکت رو زیبا و سبب شود تا اینکه به روزگی پروردگار جل و علا برسیم. و میخواستم آخرین سخن خودتون را برای بینندگان ما میگفتید. پیش از همه خواهش من همین است از شخصایی که روزه میگیرن در ماه مبارک رمضان از دروغ، غیبت، خلاصه از بدگویی، از بدگویی حذر کنن، چون که بدگویی ثواب روزه را کاسته میکنه. نه تنها بدگویی بلکه میبینیم اویله هایی هستند که رمضان رو پیش تلویزیون ها و پیش سریال ها میگذرانند. این یک آفت وزنین است برای تمام روزداران که روزه رو ثوابش رو از بین میبرد. سلامت سربلند باشید. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه اشتراک نمودید. بیننده عزیز سلامت سربلند باشید. از خداوند میخواهم که این ماه مبارک رمضان رو برای ما ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه برکت و بالاتر از همه ماهی ریزاگی خودش بگرداند. سلامت سربلند باشید. با برنامه ما بمیانید. السلام علیکم.